در آغاز چرابینی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه برآمد نموده امروز داشتند که برای برگزاری مرحله اولی آزمون هیئت حکمان از حساب کارشناسان ساحه انتخاب گردیدند. آزمون در این ناحیه از روی 3 نامیناسیون کمپوزیتوری، سرایندگی و نوازندگی برگزار گردیده شماره داوطلبان آن سال از سال می‌افزاید. در سال 2025 در ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت 160 نفر با آمادگی همه‌جانبه در دور اولی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من شرکت می‌نمایند. همین گونه بعد از افتتاح رسمی دور اولی آزمون برآمد داوطلبان آغاز یافت. باید گفت آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من سال هفتم است که زیر توجه و سرپرستی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، احیای صنعت ملی و ترغیب آن، ارجگذاری به صنعت و هنری اجدادی، بلند برداشتن سطح کسبی صنعت موسیقی، نوازندگی، سرایندگی، مهارت کسبی، هنر مصوری، هیکل‌تراشی، آرایشگری و لباسدوزی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود و اثرهای رسامی برگزار می شود. باید گفت که با دستور به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان حجم مبلغ مکافات برای غالبان آزمون 2 برابر زیاد گردیده. برای آزمون از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 7,680,000 سومانی جدا کرده شد. همینطور برندگان جایزه با 100,000 سومانی، غالبان جایهای یکم، دوم و سوم متناسباً 70,000، 50,000 و 30,000 سومانی مکافاتانیده می شوند. همزمان شماره همه غالبان جایهای سوم نیز از 2 جای به 3 جای زیاد و برای اشتراکچیان فعال و صاحب ذوق امکانیت بیشتری به دست آوردن غالبیت داده شد. بنابراین در سال 2025 شماره غالبان 137 نفر را تشکیل می دهد که این نشان دهنده نسبت به سال گذشته 17 نفر زیاد می باشد.